سلام و سپاس که با آزادی آنلاین هستید. جستجوی مهاجران در بام و تهخانه‌های روسیه بازداشت به سبب آنها از مسابقه محروم کردن قهرمان المپی تاجیکستان و رفتن و نرفتن به ارتش ویدیو و موضوعی است که می‌بینیم و هم درباره‌شان گپ می‌زنیم. از ویدیو آغاز می‌کنیم و از این ویدیو که در اداره پلیس ناحیه ادینسوفسکی در مسکو گرفتند. مهاجری که ویدیو را به ما فرستاد گفت خیشاوندان این بچه‌ها نگران نباشند چون همه آنها را روز 25 سپتامبر آزاد کردند. همین بچه‌ها ویدیوی دیگری را هم فرستادند و گفتند ببینید پلیس روسیه مهاجران را در کجا جستجو و دستگیر می‌کند. این نگاه کوفته سی представить که ما در همه قبالندی روز نداریم مایل زمین نگاه کنین اینا برنامه الله اینا نگاه که بالا اومده اتومات قپیدای. تشکر به بچه‌هایی که ویدیو را به ما فرستادند و تشکر به شما که تماشا میکنید. اکنون درباره خدمت سربازی صحبت میکنیم چون موسم دعوت به ارتش هم شروع می شود. دعوت کامل سعیدوف یک سرباز سابق تاجیک که در صفحه اینستاگرام رادیو آزادی شرایط خدمت در ارتش را تعریف کرد، بحثی دراز و عجیبی را برانگیخت. یگون لاتوکوبی یگون چیزی دیگه زیوتی من ندیدم. اکثریت بعد از دیدن صحبت‌های کامل گفتند او افسانه میخواند. فروخ 79 گفته است یک برادر ما خدمت رفت 90 کیلو بود، بعد از 6 ماه رخصتی گرفت خانه آمد، بیچاره جوان 63-64 کیلوگرم بود. یگان آدم نشناختش. این پسر رپ میخواند، آدمان را فریب میدهد. همه جهتا مثلا اون محصولاتی که هر روزه میدادن برای ما یعنی قناعت محمود مثلا چی شکمون سیر بود یعنی گشنه نبودیم. عبدالرحمن در اینستاگرام نوشته است 99 درصد سربازان سابق را بپرسید میگویند 2 سال عمرشان تلف شد، از جمله از من که در مرکز دوشنبه خدمت کردم. کلاب 7555 نوشته است برادران ارتش خانه مادر ما نیست که خواب کنیم. مشکلی هایی که میگوید یک چیزند، فقط از آن دلگیر می شوید که از داخل قسم نظامی بیرون نمی آید. حالا خدمت نسبت به سالهای پیش 1000 مرتبه خوب است. بدلوف گفته است من ارتش نرفتم و نمیروم. به گفته او اگر فرزندان ثروتمندان و رئیسان هم به ارتش بروند اووال نمی شود. قانون برای همه یک میگویند ولی اجرا نمی کنند. از گپ ارتش میگذاریم و درباره دلشاد نظرف قهرمان المپی گرزاندازی از تاجیکستان صحبت میکنیم که با گمان استفاده از دوپینگ از شرکت در مسابقات بین المللی محروم شد. بحثی زیاده در این باره در فیسبوک ادامه دارد. جنت شرمتووا نوشته است اینقدر سال گذشت ناشناخته کردند، دروغ است همش. شاید کسی نمیخواهد تاجیک قهرمان شود، خدا خواهد از این آوازه ها دلشاد پاک میبراید. سهراب اکبرشاه گفته است در هر مسابقه که دلشاد نظرف شرکت میکند نظارت دوپینگ وجود دارد و سازمان ضد دوپینگی ودا یکی از سازمان‌های بانفوذ به حساب می‌رود و به این خطاگی‌ها راه نمی‌دهد. ناصر بازاروف مربی گشتی سامبو هم درباره دلشاد نظرف در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک نوشته است از مسابقه‌های بین‌المللی محروم شدن یا نشدن دلشاد نظرف را فدراسیون بین‌المللی ورزش سبک و کمیته بین‌المللی المپیک معین می‌کند. آزادی آنلاین را اینجا خاتمه میدیم. شما هم نظر و اندیشه‌های خود را بگویید و فرستادن ویدیو و عکس و خبرها را فراموش نکنید. بعد تلفن هایی که میبینید وایبر، واتساپ و تلگرام و ایما هم داریم. تا دیدار در برنامه های دیگر.